یکی از عجیبترین و نادرترین گیاه‌های دنیا ماندراک یا مهرگیاهه. ریشه این گیاه به شکل عجیب و ترسناکی شباهت زیادی به انسان داره. از گونه سیب زمینی و از خانواده جنسینگو در مناطق مدیترانه‌ای رشد میکنه. تمامی قسمت‌های این گیاه به شدت سمی و بوییدن اون بیهوش کننده است و باعث سکته میشه. ریشه این گیاه خواص مخدر و توهم‌زایی داره و قرون وسطا برای جادوگری و طلسم استفاده میشده. گل‌های این گیاه به رنگ بنفش و صورتی و سفیده که همراه داشتنش خاصیت مهرزایی داره و باعث میشه همه به فردی که گیاه رو به همراه داره جذب بشن و به همین خاطر مهر گیاه هم گفته میشه. وقتی ریشه ماندراک رو از خاک بیرون بکشی نوعی صدا شبیه به صدای گریه و جیغ ایجاد میکنه و اعتقاد بر این بوده که این صدا باعث مرگ یا دیوانگی فرد میشد. عصاره پوست ریشه ماندراک یکی از 5 سم معروف دنیاست و جالبه که تو کتاب عجایب مخلوقات هم از این گیاه صحبت شده. یک نمونه از این گیاه رو با هم ببینیم.